گفتن آدمی که معتاده و نمیتونه روزه بگیره تکلیفش چیه؟ مریض حساب میشه یا نه؟ معتاد مریض نیست، خیر. معتاد جزء افرادی است که باید روزه رو بگیره، منتها در طول روز اگر ادامه روزه برای او مشقت شدیدی داره که قابل تحمل نیست، یعنی فرض بفرمایید که تا ساعت 11 مثلا وقتی روزه رو ادامه داد، ساعت 11 دیگه نعشه اصلا دیگه داره میمیره، این حتما باید بهش برسه، چاره نیست دیگه. اینجا یا حالا اون مقداری که از موادی که مصرف میکنه در حقیقت نجات جانشه استفاده بکنه و روزه رو ادامه بده. یعنی مثل مریض نیست که بگیم برو روزه رو بخور، نه خیر، روزه رو نمیتونه بخوره، باید روزه رو بگیره. اون جاهایی که در روز یک بار یا 2 بار واقعا دیگه ادامه روزه براش حرج است، حرج رو من نمیدونم بینندگان عزیز ما میتونن هضمش بکنن. حرج یه اصطلاحی است که دیگه میشه گفت آخر سختی، آخر شدید. بله آخر سختی، بله، یعنی مشقت شدید. اونجا فقط مجاز است که از اون مواد استفاده بکنه و روزه رو ادامه بده تا افطار. این رو دیگه بهش روزه‌خوری عمدی نمیگم. خوبیش این است که روزه‌خوری عمدی نیست. لأننا هرمنا من أجل هذه اللحظة التاريخية.